اگه هنوز دوست داری میخوای تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام، به چنل من خوش اومدید. میخوام در این ویدیو به شما یک برنامه معرفی کنم همراه با یک کد DNS. این برنامه لجتون رو خیلی پایین میاره و رجسترتون رو میبره بالا، گرافیکتون هم میبره بالا. خوشحال میشم این الان ویدیو با لایک و اگه سابسکرایب نظری من انتخاب کن. هر هفته کلی ویدیو DNS و آموزشی داریم که به شما خیلی کمک میکنه. ویدیو رو عوضتون نکنید دیگه. چی ازش بگم براتون، پینگ مشاهده میکنید و بریم سراغ ویدیو و یکم رجستر این برنامه و کد DNS اون رو ببینید. Team.
in the lead. You're about to win. The blue team is about to win. Victory! خب بچه ها، اول این برنامه FPS 90 رو از گوگل دانلود میکنی، فروشگاه گوگل پلی. بعد که دانلودش کردی روی این گزینه که الان فلش میزنم کلیک میکنی. بعد این گزینه اولش رو کلیک میکنی، میگه که تمام بروزرسانیات رو حذف کن. بعد این گزینه ریکورد رو میزنی و میزنی این وسطی نوشته حذف بروزرسانیات، اینو رو کلیک میکنی و تمامشو پاش میکنی. بعد میای بیرون، اول باید VPN خوب بزنی، بعد گزینه دومش رو کلیک میکنی و میای ساختیش ببینیم چی میاره. وارد چنل تلگرام میشه، واردش میشیم. خب میگه این فایل رو دانلود کن، ما دانلود کردیم و میگه این گزینه بروزرسانی رو بزن. بروزرسانی چی کردی؟ کلا میای بیرون و خب بچه ها ببینین قبلش نمیشه این گزینه رو فعال کرد. خب براتون یه گزینه استفاده از این داده ها یا پوشه رو میاره که اون فعال نمیشه براتون و این کاری که کردیم رو باید بکنین. بعد اینجا براتون فعال میشه. خب بعد دیگه اون گزینه استفاده از این پوشه یا هر چیز براتون فعال میشه و وقتی روی این کلیک کنین وارد بازی میشه. خب بچه ها، اینم کد DNS که بهتون گفتم، حتما ازش استفاده کنین، خیلی ریز خوبی داره. خب ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.